سلام دوستان عزیز، هر وقتی که یک همبغله میبینیم، یک بیمار و معیوب میبینیم، چقدر ضیق میشیم، چقدر غمگین میشیم. مقصد دوستان عزیز، برادر اسماعیل موندیم، خواهش میکنم به خاطر الله لایک هاتون، کامنتاراتون ویدیو را خطی بپدیدید سکنید، داخش داغو باشه که شفا بیاوه. التماس دستگیری کنید برادر، هم ویدیو رو فهم کنید تا یک کمک، یک خیری به خاطر خدا، به خاطر این برادر برسه. کارتا کارتا خشونه انشالله دامو شناسشون مدار است. التماس به خاطر الله کمکاتون رو برسونید. خدا نگهدارتون. السلام علیکم برادران عزیز. من اسماعیل 7 سال پیش در شهر تیومن به صدمه دچار شدم. از همین سبب دست و پایهایم کار نمیکند. سببی که بسیار خواب کردم پشتهایم پرالژینه شد. سببی که دکترها گفتند پشتهایت را پروژینه ها را نقض میکنیم، انا بعد اپراسیون میکنیم. برادران چقدر که تانتون به من کمک رسانیدون. شخصی باورناک که من جورایوه شریفه احاتونه 48 17 76 02 51 39 05 00. تشکر برادران. کارت زبیربان برادران.